قیامت نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و قیامت نرسانید. من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم، چی سود و که بختش سوی بامش نرسانید. سلام دوستان عزیز، صبح زیبایتان بخیر. کسایی که در ایالات متحده هستین، کسایی که در دیگه نقاط دنیا هستین، وقت قشنگتان بخیر، وقت زیبایتان. امیدوار هستم که مملو از خوشی و سرور و جان جور باشه. ما دیگه یک سفر داریم، اینجا یک سفر چندان دور هم نیست، چندان نزدیک هم نیست. با یک دوست خود گفتیم بیاییم که یک دوست همراه خوب باشه که هم سفر شوی. حالا تو فکر نکنین که هم سفر اصلیم است. در سفر زندگی هم سفر من تویی، در سفر زندگی هم سفر من تویی. به هر حال هم سفر اصلی در خانه است. دیگه روز والنتاین بود، دیشب تجلیل کردیم. از دوستای ایرانی خود تشکر میکنم که ما و همسر ما خواستن، با دوست دیگه ما رفتیم، وقت خوش داشتیم. روز عشاق مبارک برای خودتم، روز عاشقا مبارک. گرچه میگن عاشق نشوی که عاشقی درد سر است، گاهی ببینی گاهی نبینی سخت است، عاشقی والله و بالله به مدل مل نمانده. امان از دست مردم که میگن از ایره همیشه عاشق است، او را ماچ کن، او را ماچ کن. اینو میرم و میخوایم به توجه برسانم که اگه قرار باشه که من از فقر جنسی ماچ میگیرم، من خنده گرفت، عشقم خنده گرفت، عشق مجازی رو فقط میخوایم که یک خوش و خوش با دوستا و علاقمندا کنم. باز اگه قرار باشه که بوسه آدم میره تا زیر پلوان میره، در یک جای دیگه میره، اینطور نیست که اولاد خودم دید بوسه مادریست، بوسه خواهریست، بوسه برادریست، دیگه هموطنیست. دیگه پشت از گپا نگردین. میگه لبش بوسید و گفتین انگبین است. انگبین خوردی؟ لبش بوسید و گفتین انگبین است، نشان دادش که جای بوسه این است. خلاصه کلام، بوسه را میمانیم یک طرف سرزمین که من یک چند کلیپ دیدم دایی یک رقصای بسیار مقبولم دیگه. تشکر از این که مرا وایرال میسازید. اما من خود رقصه که میکنم انسان هستم. آیا اگه خبرنگار هستم دیگه هیچ خبرنگار دلم نداره، خوشیم نداره، احساسم نداره، رقصم نکنه، بازیام نکنه، تنم نکنه، پیشپوام نکنه، این خوب باز نمیشه دوستای عزیز. و رقص آگاه نمی کنم، نشان نمی باشم، مست نمی باشم، چیز استعمال کردن نمی باشم، ناخورده مست خدایی قربان خدا شوم که مرا مست آفریدن. مران روز لیلیان آفریدن خداوند از امون روز مرا مست آفریدن. مست مردم خود هستم، مست وطن خود هستم، مست وطندار خود هستم. مست شدم ساقی، مستم از می بکنه ساقی زیبای امشب، قد برافراز بکن ولوله بر پای امشب. مست شدم ساقی. حالا اگه شوم از شوم شراب بخورم روز چی کار میکنم؟ اما به هر حال شراب مست هستی؟ بله، ناخورده شراب میخوروشیم بنگر چه شود اگر بنوشیم. این حال وقتی که آدم وطندار خود میبینه، وقتی که قدر تشویق میشه، ترغیب میشه دیگه، طبعا انرژی مثبت میگیره. می خود مستی هم انرژی مثبت است آقا. بناهن بعضی کسایی که میرقصن و مینوشن و اینا شاید مست باشن، شب باز روز اگر کلپایشان جای وایرال میشن نگران کننده باشن، ولیکن من خو آگانه میرقصم، خوشی میکنم، پایکوبی میکنم، اما هر چیز در جایش. حالا هم وطن جوان ما که حیثیت پسر مرا داره یا حیثیت برادر مرا در میدان میگه بیاین که برقصیم که شو خوشیست دیگه، باید چرا رقص نکنیم؟ نظر خودت چیست؟ نظر ما مثبت خیر دیگه. به هر حال آمدیم سر بعض مسائل دیگه که امروز روز رخصتی است، کاخ سفید وزارت خارجه و اینا را یک طرف ماندیم، شخصی کار میکنیم دیگه. یکی از وطندارای بسیار خوب و متدین خوشگل هم مثال چریت نشان نمیدی. زن من داری؟
به یک تا خود دارم. یک تا. آقای پروانی را که من گفتم زن من داری، گفت نه یک خانوادگام گرفتیم. آفرین. شامت پروانی را چطور بررسی میکنی، ارزیابی میکنی؟ اگر نظر میدی، اگر نیک نمیدی میگی نو کامنت. کی شرافت پروانی را؟ بله پیشتر یادش کردیم، یک دوست تلفن کرد کال شرافت. بله. یک مذاق کردم، نه مذاق بگو بند من. بله. حالا اگر مذاقم نکنه، امی که حقیقت گفت، نه؟ حقیقت شاید گفته باشه. شاید بله. حال خودت مثلا خدا نکنه نصیب قسمت چیز داری، عقیده داری. یا مثلا قسمت باشه دیگه. خب باز میگه آنچه تو خواهی نان میشود، آنچه خدا خواست امان میشود. بیاین که امروز مسائل سیاسی را بانیم، مسئله دونالد ترامپ هم بانیم. از دید خود دونالد ترامپ چرا سوال مرا جواب نداد؟ گپ آخر سیاسی باز میایم دونالد ترامپ یک دیوانه است و بیاد نمیفهمه سوال. نه همونجا سوال من جواب نداد. نه کمی در من نبود یا بود؟ فکرشم نه فکرش بود. خب اونم خود نداره چیز به افغانستان، یا پلان نداشت یا اونم تو یک حقوقی هست میخوام خود دونالد ترامپ از اینال میایم گله سر از مردم عزیز داریم که فرض میکنیم که همونجا خرابی کردم. انسان جایز الخطاست. اول خود سوال خود به می زبان بی زبانی مطرح نه آفرینت طبعا نوک جورنالستا زبان مادری نه سوال مطرح کردی، سوالم صحیح گفتی. بله. ولی که او خدا کشید که ما سوال تا نفهمیدم. او خود نداشت چیز. دیروز هم از یک خبرنگار دیگه در مورد افغانستان سوالایش جواب نداد. اما آمدیم سنزی که حالا ما میریم بر مردم ماددان شیر دیگه فکر میکنید قصد سفید و بر دو ابرقدرت نتانیاهو و دونالد ترامپ که فعلا اینا لحاظ اقتصادی یکیش دنیا رو داره میکنه و از لحاظ مسائل جنگی و وسایل اینا خود امریکا ابرقدرت است. نه و تشکریشان هم بود. بعضی وقت ناز هم میتن نه دوستا نازشان میگه ناز خود آدم سر دوستای خود میکنه. نه شاید همون ناز بوده باشه دیگه. سر از اون من کلشان دوست دارم. باز دیگه یک رقص از یک جای پیدا میکنن، یکی را از یک جای از محافل خوشی. من چون که باز با چی پیوند دارن که یگان کس باز عکسای مرا میکشن. قربانتان شوم. من خود دوستتان دارم. من خود به خاطر شما میرم. نه اما ما دوستی میکنم. خند است ناولا میگه زهر از کف دست نازنینان در علق رود مثال شربت. گپ تلخ نازنینانم مثل عسل است. گه یاد کن به دشنامم سخن تلخ از تو شیرین است. دیگه من تشکر میکنم. من باز دیروز رفتم پیش دونالد ترامپ گفتم مستر پرزیدنت اما سوالم چطور شد میگفتی؟ گفتم او چطور شد؟ امیروز و شاق برات مبارک باشه. خندگه کرد دیگه یا نیک کش. باز گفتم پلانت چی است برای افغانستان؟ باز گریخت دیگه نداره. گفت که صبر کن میرسه نوبت افغانستان که کاغذ افغانستان بخیر سر میزش بیایه دیگه. برای هر حال پشت از او گپا نمیگردیم. بیاین که امروز یگان گپای خوشو پش بزنیم، سر بزنسای افغانای خود گپ بزنیم که نمیال روان هستیم. یک انجینیر بسیار زبردست افغان در کنار مشته گفت من روی خدا نشان نمیتونم که روی میگیرم که قصه پروانی سیب سر من نشون. کلمه بیاب نشون. نه خواهش میکنم. نه بیاب خانه میشی. پروانی خود دیگه بخی از ویدیو و کامرا میگرزه. والله او ترام دیگه در مجلسان گفته کس موبایل نبره کده خود. ما چون راست است یا مردم جور کردن. همین مردم هم میفهمم چی میگم. ناز خود سر دوست خود میکنه. نه یعنی وام از عاطفه البته گفتن بسیاریشان از مسائل زندگی داخلی از خبر ندارن. نه حالا من این پالو تیشتیم گفته تو مستانا دل رو بایام میکنم. از زندگی خانی به مثلا کی خبر داره؟ فکر میکنی که این خنداندن آسان است یا وقتی که در روی استیج میایم یا وقتی که نالشتیم؟ هیچ کس در روی استیج آسان هیچ چیز نیست. و زندگی داخلی آدم، قلب آدم کس خوانده نمیتونه. همین چارلی چاپلین یک وقت سوال کرده بودن که آسان است برای تو؟ گفته بود اینم قدر که من میای مردم میخندانم در باطنم قدر غم دارم. بناهن زندگی شخصی آقای پروانی ما هیچ خبر نداریم که چی بوده، گذشته چی بوده، فعلا چی حال است. و ای که وطندارای ما دشنام میتن گیرم یک کار خراب کرد. فرض میکنم نه لیاقت تو دشنام دادن است که سالا مردم
برش دلربایی کرده، خونده، آهنگای محلی خونده و همه که دوستش داره. متوجه هستیم؟ یعنی تکتای شرافت پروانی سولد اوت میشه که ایران بمانه. هنرمندای دیگه ما داریم، بهترین در هنرمند ما جای خودش داره، اما یک هنرمند ما لیاقت یا سزاوار دو زدن نیست. یا فرهاد دریا که پارسال بوده بود سلسله روان کرد، پول که خانه بسازن برای سلسله زدگان نه که ما چون خانه را کوپیگرگ آباد کردی که تر کردی خالق دایراد خیلی پولتانه پس بگیرین. چند پیسه دادین آقا؟ کسایی که پول دادن اما قیده ها نکردن و فرهاد سالا گوشایشان نوازش داد و یگانه هنرمند تعداد افغان ها در کار غرض دارن، کاری که مربوطشان هم نمیشه دخالت میکنن. اینال از دید خودت چرا اینطور میکنن؟ یا در صفحات مجازی میخواین که یک 4 تا فالوورز پیدا کنن، باز دو میزنن، در طرف خیز میزنن، دعواتش خدا میزنن، ایره دوده او رو دوده، یک سنه از اونجا بگی یک سنه از اینجا بگی. کار درست نیست بچه های دخترهای میکارهای درست نیست. در مورد خودم باید با مرا بشناسین. این 35 سال است که من باعث خبرنگار کار میکنم. اگر نمیشناسین ببخشید دیگه من تجربه هم دارم. رسانه‌های خارجی خوب کبر کرد، کلیپای از اونا رو برین گوش کنین، واکنش جهانی رو برین ببینین. یک روزنامه بسیار نشرات تلویزیونی معتبر فرانسه از وقتی که من امریکا آمدیم من تا قبلش عکس مرا با شهید دکتر نجیب الله انداختن که در 20 سال سوال از زیر همگی فهمید، با رؤسای جمهور، با زعما، با اعضای کانگرس سوال کردن. دیگه این توجیه نداره. اونوار اگه گوش کنین باز داودشنام نمیتین. یک عزیز مرا گفت بخی تیر طبیعه نوام زدیش. گفتم نه تیر خود چرا بیارم؟ وقت کار خراب نکنیم که تیر خود بیارم. برشان میگم من سالا براتان خدمت کردم، نه برف دیدم، نه یخ دیدم، نه خنک دیدم، نه گرمی های بسیار طاقت فرسا و جانکار دیدم. رفتم فقط گفتم مردم افغان امیال من سر صدا میکنم که افغانایی که در افغانستان ماندن، اینایی که با شما کار کردن، اینایی که در حالت بعد در کشورهای جهان سوم خاک در سر از همسایه انجینیر. همی همسایه های ما بسیار ظالم مردم هستن. نام است که مسلمان هستیم، هم دین هستیم، هم آیین هستیم. من اینمی بیشتر کمرای آقای اکبر صحبت کردم در مورد شهکارش که برای مهاجرین افغان میکنه. وضعیت مهاجرین افغان شما ببینید، تو باور میکنی که یک ژورنالیست کشور تاجیکستان دیپورت میکرد، انجینیر 48 ساعت در سر پل ایرتان منتظر مانده زیر او یخ دریاست نرفتیم اونجا و شمال با سرعت بسیار زیاد مانده و تاجیکا سیل میکنن از اونجا نیروهای امنیتیشون و میگه تو باید دیپورت شوی از این طرف خط اون طرف، مثل خط سر پل سلات باری. اونجا رفتیم؟ من نرفتیم. من خارق تکنولوژی نو از گفته ایلان ماسک فناوری جدید تکنولوژی نو کمرن روشن که دیدم خون از چشمم برید و اندازه من متاثر شدم. از فورا امرای مسئولین امنیتی گپ زدم، گفت نه دیگه دیپورت شده، دیگه برآمد از دروازه خارج شده، اسنادش نبوده پیشش. با خدا برکت به تمی سفیر افغانستان در گذشته هم گفته بودم که مهاجرین اخراج میکنن، گفتن من در صلاحیت نیستم که کسی که رد مرز شده باشه دیگه پس برگشتاندنش خیلی سخت است. این دیگه در سر پل سلات بسیار کم مانده بود که به خط سرخ برسن. من سعی کردم گفتم خب وقتی میگین مسلمانی هم تبار هستیم، هم دین هستیم، هم عذب هستیم، این کدام مسلمانی قصیر القلب باشه که یک بچه 20 ساله را 25 سال تو در سر پل سلات، از پل سلات بتر است استاد کو و بسیار بیرحمان است. 25 سال جزایی ورستاد تا که اسنادش آمده و پاکستانش به می ترتیب انجینیر سگ، ایرانش به می ترتیب. این حال من چطور دلم درد نکنه که جوان من چرا این قرنج ببره در هر ردی که است، در هر سطح که است. ما باید صدا بلند کنم که همسایه نقش خود باید بفهمن. این همسایه باید بفهمن که سازمان ملل پول برشان میده، یعنی بدون پول خینای مهاجرین ما را در کشور خود جای نمیتن. دیروز هم من گفتم از قصر سفید که به اساس
قوانین سازمان ملل منشور سازمان ملل متحد وقتی که در یک کشور یک قضیه میشه کشور همسایه میزبان میباشه پولش سازمان ملل میپردازه. وقتی که شما پول رو میگیرین گرچه حال ایلان ماسک میلیونر جهان بیلیونر جهان میخواه که همین مصارف کم کنه و کمک های سازمان ملل به افغانستان هم گفته محسوس نیست حق به اقدار نمیرسه او را خلاص میگه. دفاتر فدرال هم کم میکنه از هوش مصنوعی یا ای آی کار میگیره. امروز شنیدم که خیلی از کارگران به اصطلاح خانه نشین میسازه یک سیستم نو میگیرن برای که ما در عصر تکنولوژی نو قرار داریم. خب همه چیز ربات میشه و هوش مصنوعی میشه و به اصطلاح دنیا در یک طرف دیگه به تکامل روان است. نیروهای بشری کلش زیر سوال است. دیگه یک وقت ببینی که یک ربات نظیره جور شده هوش مصنوعی شعر بگویه ولی اگر ربات کار خود تکدر کنه زنده باشیم از لحاظ انرژی میگیم از هر نگاه خیر ببینید زنده باشیم. خوینال همی دوستا باید دو دشنام نتن دیگه. گفتم اقتداد از محبت دو میدن اقتداد از یعنی محبت خر لغت زدن است متنست اون روی دیگه هم از حماقت دو میدن. نه خودتر دو تیر من از محبت شد. محبت را به دل دادن صفای سینه میخواهد به یاد دیگران بودن دل بیکی نمیخواهد. محبت گر شود پیدا به هر قیمت خریدارم به یک لبخند زیبایتان فروشم زندگانی را. بسیار زیاد تشکر. گپ دیگه نمانده میریم بخیر پیش یک افغان عزیز ما که یک بزنس تازه ایجاد کرده و دونالد ترامپ هم طرفدار به وجود آوردن بزنس است چون شخص سرمایه دار است. خودش امروز گپ پیسه میزنه. انجینیر خودت چقدر داری میزن؟ پیسه همه که گذاره میشه در جامعه کپیتالیستی. خب هم میگه کار کن زحمت بکش پیسه پیدا کن. در این دوران که تنها میتوان با پول آدم بود محبت عشق پیوند و جدایی واژه های مصرک و ناآشنا است. به هر حال من مبارکی میتونم برای دوست عزیز ما لحظات بعد یا ساعت بعد نیم ساعت مانده نیم ساعت شاید مانده نیم ساعت بعد میریم بخیر پیش از جوان نازنین ببینیم بزنسشانه که چه کارهایی کردن در قسمت واردات صادرات افغانستان. پرویز جان میگی؟ پرویز جان عزیز بله پارسال یک مغازه دیگه ایشان هم تحت پوشش خبری قرار دادم مبارکشان باشد. این دفعه ببینیم کدام رستوران را شاملش ساخته یا بیکریره و تشکر از اینکه در روز افتتاحش مرام خبر کرده. یعنی بی آقا که من و وطندار خودم میرسانم هم به مقامات عالیه خودم میرسانم که خیلی کار سخت است. اما در مجالس خوشیشان میرقصم. عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است باشی امشب ما تنها رقص است رقص. خیلی شاعر چرا گفته انجینیر؟ غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان مال که بر باد فنا رفت مخور و خدا اسرت دیروز عذاب است مردم شهر و اوشید هرچی دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امروز سر ارکوچه خدا است. روی دیوار دل خود بنویسید خدا است خدا است خدا است. نه یک بار نه 10 بار که 100 بار به ایمان و تواضع بگویید بنویسید خدا است خدا است خدا است. هم قشیر کسی بلد است انجینیر؟ نه مغزتان مکمل شعر است. خیر ببینید دیگه به اون خاطر شعر است. خب دیگه میگه شاد ژورنالیست موفق اونامو که در قالب جود بود زنده باشه. مقصد شاد بودن هنر شاد گرداندن هنر والاتر است. شاد بگردانیم مقصد مردم غم دیده خود. دیگه دوستای عزیز ما زودتان رخصت میشیم. ما و انجینیر بخیر میریم. باز یک نیم ساعت یا 45 دقیقه بعد برای شما یک برنامه زندان خود داشتیم از محل که تازه افتتاح میشه که تجربه باشه. یک دلیلش که من میایم این میمانی ها را قبول میکنم که همون راز بزنسمنای و بزنسومنای موفق با دیگه شریک بسازیم. حالا خودت چطور یک انجینیر موفق شده؟ اینجا درس خوندی یا باید در پاکستان؟
در اینجا در افغانستان نام خدا رشتهتان چیه؟ سیول انجینیر؟ رشته مکلش برق برق خوب اپلاینسز. نام خدا این جوانای ما رو ببینین که همیشه کوزادم همیشه میخوانم که ای وطن تو زادگاه مردم داناستی، زادگاه جامی و خوشحال مولاناستی، همسنایی و عطار و بو علی سیناستی، این زمان آوارگان می وطن یادم. خداحافظ و سایزیست تا